دوستان خوب من سلام. آقا تو دوران پسا برجام و پسا رد صلاحیت و خلاصه پسا بزبیاری وضعیت آخوندا روز به روز قاراشموشتر میشه. یعنی دیگه دارن به ریشه میزنن، ریشه. مثلا شیخ فری اومد یه لگد گذاشت تو صورت سپاه پاسداران و باقی و مشت و لگدا رو هم گذاشت برای بعد. ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم، باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواید تولید کنید یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید. پاسدارا که اینو شنیدن فیوز پروندن و گفتن اینطوریه؟ به ما میگی دستگاه فاسد؟ ما منتظر بعد از انتخابات نمیشیم، ما از همین حالا حسابتو میرسیم تا نونشو تو انتخاباتم بخوریم. این رو گفتن و یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب دادن. بعد پاسداری به نام زاکانی رو فرستادن جلو تا شیخ فری رو اساسی بچلونه. به اعتقاد من رئیس جمهور محترم به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردن در کنار دستشون به برادر خودشون بنگرن. به اعتقاد بنده به دفتر خودشون نگاه کنند. به اعتقاد بنده باید به وزارت نفت دقت بکنند و ببینند که جناب آقای حسینی و عناصری که آقای زنگنه دارن کار میکنن در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی رو در سر میپرورانند. به اعتقاد بنده وزارت راه و ترابری، وزارت خارجه، وزارت ارتباطات و وزارت رفاه و برخی از وزارتخونه‌ها مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفتند. اسناد متقنی امروز در دست ماست. یکی از عربده کشای به نام مجلس هم که کوچک زاده باشه رو همین پاس سوار شد و آبشار عدم کفایت و کوبید تو زمین شیخ فری. مهدی کوچکزاده عضو مجلس ارتجاع. 96 دیر است. همین امروز نیازمند تحول سیاسی هستیم. باید طرح عدم کفایت سیاسی روحانی دنبال شود. آقا اینا که یه جای سالم واسه این نظام لکنتی باقی نذاشتن که، یعنی خودشون دارن دودمان خودشونو به باد میدن، تیغ برداشتن سر صورت همدیگر رو حسابی می نوازن. تازه از اینا که بگذریم میرسیم به خط نشون دیروز صدیقی واسه اکبر کوسه. ببینید چوب تهدید و تا کجا بالا برده. باید نگران و سوء عاقبت باشیم. خیلی ها بودن با ما بودن، با امام بودن. ما در دوره خودمون عبرت ها زیاد داریم. مسئله قائم مقامی مگه عبرت بزرگی نیست؟ اون در زمان امام اتفاق افتاد. کسی که شاگرد امام بود، کسی که همراه امام بود، کسی که زندان رفته امام بود، کسی که سینه سپر کرده امام بود، آخرش با امام چه کرد و به چه سرنوشتی؟ امروز هم ما باید چشممون باز باشه، گوشمون باز باشه. مسئله حسن عاقبت یکی از مسائل اساسی است. البته دو طرف یه خط قرمز دارن، اونم گر گرفتن قیامه. یعنی کوسه با وجود رد صلاحیت حسن خمینی حاضر به انصراف نشد، خامنه‌ام کوسه رو رد صلاحیت نکرد،
ترس جفتشونم از فتنه است. اما با این حال هر کدومشون فکر میکنن راه اون یکی به قبرستون ختم میشه. واسه همینم هست که اینجوری به جون هم افتادن. البته موشکاف با جفتشون موافقه، چون هر دو راه یه مقصد داره، اونم زبالدون تاریخه. آقا تا فردا شب خداحافظ. البته یادتون نره فیسبوک ما با آخرین موشکافی هم هست، یه سری بزنید. قربون همه شما.